خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم خواهم کی کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامبرداری من شوی ننگواری من شوی بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من وقتی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای. السلام علیکم دوستان عزیزان دیل بیننده های ما برای جمعیت تبریکاتی شهران در طرفخانه کاخوطه برای تبریک کردن جشن یک سالگی ایفارابان آمده. امروزه تبریکات را از نام آنا جان عزیز بیبی جان مهربان که در مسافرت هستند از نام صبح ماما از نام فیاض بابا از نام میرزا شریف بابا از نام شمسان مانا البته نیازان و فیروزه بانو را باشد با یک سالگی فرزندش تبریک میگوییم. کشکش شما میکنیم بابا باشد با شبکه شهران. السلام علیکم حضران عزیز، السلام علیکم مادران مهربان، مردم آقصای عزیز و عظیم خوش و تبار، همه شما رو به امروزه جشن یک سالگی ایفارابانو روی بهشتی خاندان خیر مقدم می‌گویم. برای ما ایفارابانو همراهی نیاز جان، بیروزه بانو، البته فیاض بابا، میرزا شریف بابا، شاه سنمانه با قرصک‌های شما من از زمان تکلیف میکنیم. مرحبا بیاید یاری بابا نزدیکتر. مرحبا گلدانه اما مرحبا شما بیان شما نزدیکتر استید. السلام علیکم. اولا برای بابا جان ها، برای فیاض بابا، برای میرزا شریف بابا زادروزی شیرین خاندان را مبارک باد میگویم. من امروز این طفلک نازنین دخترک خاندان علاقه یک ساله شده است. خدا کند که 120 ساله شود. دخترکی با عقل با فرهنگ شده مانند همین نیاگان خود، مانند مردم آقصا که بسیار هم فرهنگ دوست هستند، مکتب ها را با بهای اعلی ختم کند و صاحب دانشکده ها شود. از پیشتش بابا جان ها فخر کرده گردند. فیاض بابا خدا کند که اولین سخن و اولین گپ امروزه ایفارابانو باشد بابا جان. اولین شعری که از یاد کرد پیش ما آمده با یک لفظ شیرین کند و گوید که آلوچه گل بادام، من نبیره بابام شیشته چای نوشتن و من چای ریزه که بابام افته در اطرافش مایان فرمانه شده گردد. زادروز نبیره مبارک میگویند در بحر و برم گوهر یکتاست نبیره،
در باغ سخن بلبل گویاست نبیره. بگذار این نبیره شیرین کلام شود، بیدرد و غم شود. این کلیدی در جنت خانواده نیاز جان بگذار پاینده باشد و از پیشتش خواهرک و دادرکانش قطار شوند و ما هر بار آمدن تبریک کردن نصیب کند. امروز افاربانو را از نام بیبی جان راهدورشان از نام صاحبانه تبریک میگوییم. گفتند حسین جان در خاندان ما یک فرشته به دنیا آمد که از بوی بهشتیش نامش را نام نهادیم افاربانو. خدا کند خوشبخت باشد. وقت و کمالش را ببینم و یاد کردم. از فرزندم شیرین و دست نبیره همیشه صحت سلامت گردد. هر بار از تلفن تماشا کنم مگر آن حلاکی های زندگی هم از من دور می شود. برای همین طفلکی زیبای من گوید که دخترم نسخه دل و جانم، آرزویم، امیدم، ارمانم، پا به پا بردمت برای حیات تا که باشی از سایه دستانم. روی دستان کلام نکردم تو را، من کلام کردم روی چشمانم. هرچی دارم برای تو دارم، هرچی مانم برای تو مانم. امروز زادروز را برای پدر مادرشان نیاز جان پیروزه بانو مبارکباد میگوییم. نیاز جان خاندانتان پر از فرزند شود و باشد آمده هر سال آنها تبریک کرده شادباشی ها گفتن برای ما نصیب کند. زادروز دختر مبارک حالا برای یک ساله شد، خدا خواهد 2 ساله 3 ساله 120 ساله شود و با کلان شدن و با گذشتن وقت نیاز جان میفهمید که از همه مهربان ترین برای پدر دختر است. شیرینی حیات دختر است. دختره که نازنین کلان شود برای لبخنده‌اش تمام روی دنیا را پیش پایش می‌بیاره. همین فرزند شیرین است. بگذار زادروزش مبارک. دعای نیکی باباها را آنها را گیرد و همیشه نامبردار شماش نگردد. امروز روز خورسندی است. در روز خورسندی می‌خواستیم دعاهای نیک را از بابا جان‌ها شنویم. پایاز بابا مرحمت. من میوارم صد بداره اونای داداش حرمت کنه. حرمت کنه دیگه چی میگم. رحمت. بریزا شریف اکرم مرحمت. من میواره صد بداره قولی راه اونای داداش حرمت کنه. اون دیشه خیلی روزای ناز بشیم. هزار رحمت. گلدانم با فکرم این جیان اولین جیان است که اما جان گفته میگرده. نه، این جیان برای دیگر خیلی جیان است. این مغز جگر است برای شما. البته دخترکی نازنین است و هر بار از دیدنش خرسند میشود. از نام مادرتان هزار رحمت برای مهربانی، برای خبرگیری همین خاندان، برای دستگیری ها. میخواستیم برای همین جیان نازنینتان یک تبریکاتی نیک کنید و در توی نکاحیش رساند و باز شما را شادباش گفتن نصیب کنند. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. اول خوش آمدید. حرمت کرده. این جانچه من فرشته خاندان ما الهی 100 ساله شود. حضور حلاوت که همین دیده آنهای داداش فخر کرده کردم. الهی فخر آقصای عزیزمان شود. از پشت همین هم ماما فخر کرده کردیم. رحمت کلام. هزار رحمت. شامسان مامان مرحمت. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. من از نام خودم اولا به صاحب خاله رحمت کلام و اینجا همه مهمان را جشن گرفته و زادروز نبیره من افاره تشکیل است. رحمت کلام الهی صحت بدارم. با ما همه تا روزای نیک را مول بنشینیم و همه آمدگیتان رحمت کلام نوری دیده تاج سر. هزار رحمت. تشکر. و امروز روز خرسندی است برای افاربانو. اولین زادروزش را جشن گرفته ایستاده است. همین قهرمان‌های موسیقی با نوبتش از نام بیبی جانشان صاحبانه برای افاربانو تقدیم میکنیم. مرحمت. پدر مادر شما قبول کنید تحفه ها را از نام بیبی جانشان. مرحمت. و
امروز زادروز است. در روز زادروزی البته بریدن شیرینی اناناس برای مردم ما. می‌خواستیم اولین شیرینی دخترک نازنین خاندان را ایفاره بانو را به نظرش نزدیکتر بیارن. آما جان و بابا جان ها اما جان یک جای هم با ما شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت زادروز مبارک باشد. На того календаря, хоть на Мазде, хоть на Порш, хоть на жигдавление. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. В твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения. Кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше. С днем рождения. Исматулла баба, Хаджи баба, Исматулла мак мархамат. در عرفیت سمرقند که یک تاریخ کهن و تاریخ بای داریم ما مردم سمرقند. از دیگر شهرها، از دیگر مملکت‌ها فرقیت همین است که ما انسان‌های بای هستیم که چنین تاریخ داریم. و آن نفری که آن کودکی که یک ساله می شود از آن روز به کاکلانشان یا در یک سالگی یا در یک روزه و یک ماه و یک هفته‌ینه عقیقه میکنند، کاکلانش را قیچی میزنند. معنی آن از آن است که در وضع همون کاکلانش باید خیر و احسان دهند صاحبان کودک. امروز باشد این خیر و احسان را روی دسترخوان میبینیم و افتخار امروزه ایفاره بانو و کهنسالان ما انا همین انانه که از نیاگان ما میراث مانده است یک جایه برگزار میکنند. انا همین بهترین خاندان ما کلان شوند. یک تا حجبا اول دعا کنند، تبریک کنند. مرحمت. الهی خداوند مالک کم کلان شوند. همین خیر جوی نقد آمده، همین خیر شما را جمع کنند. چی در دل آرزو نیت داشته باشند خداوند در آینده بینند. السلام علیکم خیشای عزیز. من امروز به همین روزی زادروزی یانچه همون کودک شده بودیم. هزاران رحمت که من همین خیل دوره تشکیل کردیم. رحمتی کلان همتون خوش آمده. من ایفوره جان خداوند کلان شوه با تویوی ناز کنه با توی مانده همه برزیاد همین خیلی جمع آمده کنیم. رحمت هزار رحمت. در اینجا بیبی جان عزیز کهنسال خاندان و آقسای هستند. محکم بیبی زادروزی ابیره مبارک. بیاید نزدیکتر یک تا ابیره تبریک کنیم. مانند شما ایزی پای قدمی شما را زیر کنند. صاحب یک چند فرزند نبیره و ابیره شوند. مرحمت. السلام علیکم مهمان‌های عزیز.
خدیت‌های عزیز امیت‌های عزیز جنگیت‌های عزیز خیش تورو الهی مبرکاتم دراز شود من اولین پیری به دولت شدی نیبره ایبره بینید همینا کلان شود ایبره یک من کلان شود الهی مادرش تحمله شود پدرش تحمله شود همین مراد درسته کلان شود الهی دیوچان نوری دراز بینم پیری به دولت شود کورکوش قرار گیرد همه یک عمری دراز بینید الهی با پسر دولت شود با همه پیری کنم عمری دراز بینم مادر تاق سلامت بیاید رایو تاق سلامت بیاید کارش قرار گیرد همه یک عمری دراز بینید رحمتی کلام سخنی داده کیده الهی رحمت عمری دراز بینم صدقاتون عمری دراز بینه آماده رحمتی کلام همه یک تاق سلامت بارده عمرکای دراز رحمت هزار رحمت بیبی جان همیشه باشد هیچ وقت پیر نشوید همیشه صحت سلامت باشد اکنون یک جای کاکرانش را قیچی میزنیم و بگذار عمرش دراز شود مرحمت یک جای مراسمی بهترین را برگزار میکنیم مرحمت مسیر سختی و تویی هم مسیر من تو فرشته زمینی تو برام مهترینی تو یه نعمت الهی یه قطره از خدایی وقتی اشاکی نیست من میخوام که ببینی آخه من میتونم چشاتو ببینم عمری دراز بینم مبارک باشد صدرز مبارک مرحمت بابا جان ها دوام بکنم خیلی نباشد نبات رو برقصیم یک جای می رقصیم مادران عزیز دوست میدارن را رقصیدن را و افتخار امروزه یک سالگی فارابانو می رقصیم خورسندی میکنیم زادروز و همه شما میمانان مبارک باشد خوش آمدن مرحمت سرودها برای شما
No
شبهای ما روی من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست چیز دونت دادم هر شب تو را میخوندم تو من قال داده گفتی که بهار میموندم جیگر من سر من شب و بیام سوی من دنیای من شبهای من جیگر من سر من شب و بیاد سوی من دنیای من دلبر من داغ خوشگل شبهای من بله بله خوره باشه بسته‌ای روی من گوشه‌ای روی من سری سیما عاشقی روی من بسته‌ای روی من گوشه‌ای روی من سری سیما عاشقی روی من سری سیما عاشقی روی من بسته‌ای روی من گوشه‌ای روی من سری سیما
فورابانوی یک ساله را در روز زادروزشان تبریک کردیم. لحظه ها را بسیار هم یک انسان های بدین نزدیک